در ناحیه رودکی برخورد مرگبار دو ماشین و یک تراکتور صورت گرفت که در نتیجه 3 قربانی در پی داشت. در یکی از این ماشین ها 5 عضو یک خانواده از ناحیه رودکی قرار داشتند که در نتیجه 4 نفر آنها در بیمارستان بستری شدند و یک دیگر که همگی 6 سال داشت جان از دست داد. با اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، حادثه ناخوش روز 26 ایول تخمینا ساعت 23:30 در حدود ناحیه رودکی اتفاق افتاده است. گفته می شود راننده 36 ساله автомاشین تمغه آپل استرا که ساکن ناحیه رودکی می باشد هنگام حرکت کردن از سمت جماعت شهرک میرزا ترسونزاده به سمت جماعت دهات زینب آباد ناحیه مذکور در حدود دهه عدالت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمد. در نتیجه راننده به چرخ چپ تراکتور تمغه MTZ 82 تحت اداره راننده 40 ساله از شهر وحدت برخورد. پس از برخوردن автомاشین به مقابل سمت حرکت راه برآمده و ماشین تمغه آپل وکترا برخورد. این ماشین را راننده 40 ساله ناحیه رودکی اداره می‌کرد. منبع می‌افزاید در اثنای برخوردن راننده ماشین آپل وکترا جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه جان از دست داد. همزمان مسافر автомاشین تمغه آپل استرا ساکن 40 ساله شهر وحدت نیز در این صدمه به هلاکت رسید. مسافران دیگر این автомاشین 80 و بیبی سارای 27 ساله، 80 و شکرانه 15 ساله، 80 و خیریدین 9 ساله، 80 زاده صفیه 2 ساله، 80 زاده آمینه 6 ساله که همگی اعضای یک خانواده می باشند شدیداً مجروح شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. ضمناً 80 زاده آمینه 6 ساله در بیمارستان به هلاکت رسید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید از روی این حادثه تفتیشات ادامه